اسمو که نوب سگ. دکمه رو محکم‌تر فشار بدی که بازیکنت محکم‌تر نمیزنه. فقط احتمال داره آب دستت بیاد و ویبره بره. نمودی اون دکمه رو. ببینیم با بازی خودت بلد نیستی، دست خرابانم دادی من. خراب اون بازیکنیه که انتخاب کردی اول. زنیکه بی‌حیا هیچ چی تنشین 4 تا تیکه پارچه چسبونده به خودش. تو که پسری واسه چی بازیکن دختر لختی برمی‌داری چقدر؟ دخترها بهتر مبارزه میکنن، اینو دیگه همه میدونن. تو نوبی به منو کیتانا جونم چه ربطی داره آخه؟ خاک بر سر لیسرت کنم. آخه کون گلابی منم جای بازیکنم بودم دلم نمیومد این دختره رو بزنم با این همه کمالات. پسر نوش مصنوعی چقدر خوبه، اینجا راجبش نوشته. یه قیمت درول ببین چنده، با اسمک و بچه‌ها پول بذاریم برات بخریم. تو که از طبیعیش محرومی. حداقل من شورت من شلوارم نزده بیرون و عرقگیرمو نزدم توش احمد. اینجا نوشته اگه سکسکو برعکس کنی. ما با سکسک خاطره داشتیم، نباید اینطوری میشد. وقتی برعکسش کنی اتفاق خوبی نمیافته. نوشته رو جعبشم رنگ کمونی بود. چرا باسید داره مشاره. این جوابش نوشته محتویاتش میریزه بیرون. بچه‌ها تو لوساندوس استخر باز شده. منم اونجا به عنوان غرق نژاد از همین امروز استخدام شدم. خب کی؟ یعنی چیزه؟ به به مبارک حاجی. حالا که اونجا استخدام شدی ما رو میتونی بیبیلیت زیر CBD رد کنی بریم داخل؟ اسمکو نبری میترسم غرق بشه تو. من 2 سال شنا حرفه‌ای آموزش دیدم، بی خود نگرانی داشتم. بحث اون نی کونه گشادی که تو داری آب میره توش لنگر میندازی میری کف استخر. آدم کونش گشاد باشه ولی شیره‌ای نباشه که تو استخر بششه نفت در بیاد آبو سیاه کنه. بابا از کونه هم دیگه بکشیم بیرون دیگه. دا پاشیم بریم حالا ما رو یه جوری زیر CBD رد کن دیگه. CJ دوتاشو والا دوست دارم ببرمتون ولی مسئولیت دارم من اونجا و طبق قوانین. استودیو GTA شو با افتخار تقدیم می‌کند. عزیزان گرامی، ضمن خوشامدگویی به مجتمع موجهای جیشی لطفاً از هر گونه شوخی دستی با یکدیگر خودداری کنید. با تشکر. رایدر دهنت سرویس چه هیکل ردیفی داری بسر چه خوشگله. دخترت تا حالا ندیده بودم. به خوشگلی شورت دلبر تو که نمیرسه داشتم. گل مرغوب هیکلمو ساخته دا. باز بیا بگو گل بده. آره راست میگه، اینو از 2 کیلومتری ببینن داد میزنه ساقی گله. همیشه هم پلیسا میافتن دنبالش، انقدر دستشون فرار کرده 6 پک در آورده. سیکس